الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 72 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه به شما خصوصیت های الهی را بیان خواهیم کرد. بارک الله فیکم. ما وقتی که به شما بیان نمودیم در حلقه های گذشته که معنای کلمه اله این معبود است، یعنی اله یک ذات هست که عبادت کرده می شود. لا اله الا الله، لا اله نیست معبودی برحق بجز الله. اله گفتیم به معنای مفعول، یعنی معبود می آید. پس هر یک ذاتی که اله هست اله حق است. پس الله این یگانه خودش اله حق است، معبود حق است. همین اله، همین الله خصوصیت ها دارد. ما خصوصیت های اله را باید دانیم و بعد از این میفهمیم که کی مستحق عبادت است. بارک الله فیکم. هر ذاتی که، هر کسی که عبادت کرده می شود باید این خصوصیت ها را داشته باشد و این خصوصیت ها را غیر از الله هیچ کسی ندارد. پس کی را پرستیده باید شود؟ فرض عین به همه بنده ها همین است که باید الله را بپرستند، یعنی عبادت ها را به الله انجام بدهند. یکمین خصلت اله، یکمین بگیم خصوصیت اله، نه خصلت، خصوصیت اله، این یگانه بودنش در ملک. تنها خودش صاحب ملک باید باشد، تنها خودش صاحب منفعت رسانیدن و ضرر رسانیدن باشد، یعنی ضرر و نفع در دست او باشد. او چگونه که خواهد همان گونه با این عالم، زمین و آسمان معامله بکند. با خواست او باران بارد، با خواست او فصلها تغییر شود، با خواست او شب و روز شود و او خودش تنها منع کند. رزق را مثلا به کسی منع کند یا به کسی بدهد، به کسی فرزند را نمیدهد، به کسی میدهد. این همه در دست کی باشد؟ باید در دست اله باشد. پس هر ذاتی که همین صفت ها رو دارد، یعنی تنها و یکتا خودش صاحب ملک است، مطلق ملک، ضرر در دست او هست، ضرر رسانیدن، فایده رسانیدن و منفعت در دست او هست. او به کسی خواهد بدهد، به کسی خواهد ندهد. واجب است که همین ذات عبادت کرده شود، تنها خود همین ذات. اما هر کسی که عبادت کرده می شود، هر چیزی که عبادت کرده می شود این صفات ها را نداشته باشد، یعنی ملکیت در دست او نباشد، او ضرر رسانیده نتواند، فایده رسانیده نتواند، داده نتواند، گرفته نتواند، هیچ چیزی از دستش نباید، عبادت کردن او چی است؟ شرک است و البته شرک اکبر است که گرچه که جاهل باشد هم آدم کافر و مشرک می شود، برای اون که در شرک اکبر جهل عذر نیست، خلاف مرجئه که مرجئه عذر است میگن. دومین خصوصیت های الهی این کمال مطلق هست. کمال مطلق یعنی ذاتی که اله هست مطلقاً باید کامل باشد، از همه جهت، از همه وجوه، یگان نقص و عیب نداشته باشد. نقص در قدرتش وجود نداشته باشد، قدرتش کامل، قدرتمند، هیچ کمبودی ندارد. نقص در غنای نداشته باشد. غنا یعنی بایگریش اینقدر بایگری دارد که هیچ نقصی ندارد، کامل است 100%. علمش نقص ندارد، علمش چی است؟ کامل است، از همه چیز باخبر است. حتی یک برگ درخت کی میغلطد، چگونه میغلطد، چی میشود میداند. هر یک این دانه های قمه که هست، این خاکی که هست و قمچه هایی که هست، هر یک همون دانه رو عدد رو میداند. هر یک چیزی که در این دنیا می شود
با خبر است کی و چگونه می شود. اله علمش انا همچنین کمال مطلق دارد و به همه چیز قادر باشد. اله باید به همه چیز قادر باشد و این یکی از خصوصیت های اله است که اله به همه چیز قادر است. هر چیزی را که خواست اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میگد که بشو میشود. چیزی را که خواست برای که او چی است؟ قادر است. یگان چیز در نزد او نشودنی نیست و یگان چیز از اراده او بیرونی نیست. همه چیز را میداند و جمالش، کریمیتش، بخشیدنش، خلقش، رحمتش، همه اش به کمال مطلق رسیده است. محبت الله نسبت اولیاءش. پس این صفاتهای اله، این صفاتهای الله که مستحق خصوصیت فقط الله را دارد، این صفاتهای اله هست، دو چیز را واجب میکند. واجب اول همین است که کامل این ذاتی که این همه کاملیت را دارد، واجب است که یعنی فرض عین است که تمام بنده ها به همین ذات کامل باید عبادت را انجام بدهند. عبادت باید به کی کرده شود؟ به کامل، به یک ذاتی که از همه جهت کامل است باید عبادت انجام داده شود. اما یک چیزی که کامل نیست به او عبادت را انجام دادن، اعوذ بالله، ممکن هم نیست و ضرر دارد، ضرری زیاد دارد. عاقبت همه ضرر سخت‌ترینش این جهنم رفتن است و از دست دادن رضایی الله است. پس دومین چیزی که به ما یعنی این کمال مطلق الله میفهماند همین است که معبود یک چیزی که پرستیده می شود لازم است که از همه جهت کامل باشد، وگرنه هر عبادتی که به یک چیزی، به یک ذات انجام داده می شود که همون چیز همون ذات کامل نیست، این عبادت باطل است، فایده ندارد، چه که گفتیم بلکه ضرر دارد. چه که الله سبحانه و تعالی در سوره الحج در آیاتش بیان میکند و میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه. دعا کرد غیر الله را، چیزی را که ضرر هم نمیرساند، نمیتواند ضرر رسانده و فایده هم رسانیده نمیتواند. پس ضرر رسانیدن و فایده رساندن خصوصیتی که است الله است. اگر هر کسی اعتقاد کند که بغیر از الله یگان چیزی ضرر رسانیده یا فایده رسانیده میتواند، این انسان مشرک شد، همون چیز را به الله برابر کرد. برای اینکه خصوصیت الهی الله را، یکی از صفاتهای فعلی خاص الله را بغیر الله داد. هر کسی اعتقاد کند که سنگ، مزار، قبر، اولیای، حیوان، درخت، خاک غیر از الله، هر چیزی که از مخلوقات هست اگر فایده رسانیده میتواند بگید، یا اعتقاد کند که فایده رساندنش ممکن است، یا که برای فایده رساندنش همون طلب کند، یا که از اون ضرر رسانیدن از او ترسد، بگوید که این ضرر میرساند، از همون ترسد، پس چی شد؟ مشرک اکبر شد. برای اینکه صفاتهای خصوصیت خاص الله در ربوبیت را به او داد. به مجرد اعتقادش بر ربوبیت مشرک اکبر شد. اگر رود و عبادت کند از سبب ترسش یا از سبب طلب منفعتش، دعا کند، طواف کند، قربانی کند، با دومین مراتب، دومین شرکش به وجود آمد، شرک الوهیت هم انجام داد، والعیاذ بالله. برای من الله میگه که دعا کرد غیر الله را که نه ضرر میرساند نه فایده میرساند. ذلك هو الضلال البعید. این میگه یک گمراهی بینو سخت است. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه. دعا کرد، عبادت کرد کسی را که ضررش نزدیکتر و زیادتر از منفعتش است. یعنی مقصد اینو چیست؟ هر کسی که مشرک هست به مجرد عبادت غیر الله به شرک واقع شد، فقط مشرک شد تمام نه، بلکه به همون کسی که شرک رو انجام میدهد همون شرک انجام داده شدهش ضرر هم دارد، مصیبت و بلا رو هم می آورد. ما باید این رو خوب دقت بکنیم. هر کسی که موحد شد و یکتا پرست شد، مکافاتش در این دنیا هم وجود دارد. مکافاتش این آرامی است، خوشبختی است، آرامی قلب است، رضا شدن و قناعتمند شدن از این دنیا است، یعنی دنیا پرست نشدن است. و بسیار
فایده های زیاد دنیوی هم دارد. از بسیار مرضی های قلبی، مرضی ناراضی شدن، مرضی حسد کردن، از بسیار از این چیزها چی می شود؟ انسان پاک می شود. فایده توحید زیاد است در این دنیا هم. و این چنین کسی که شرک رو انجام داد به ضرر واقع می شود. به ضرر، هم به ضرر بلا و مصیبت و غیره، برای که به سبب شرکش به بلا گرفتار می شود. بارک الله فیکم. لبیس المولا و لبیس العشیر. پس این حق است، به این عقل دلالت میکند، شرع دلالت میکند، شریعت دلالت میکند که هر چیزی که عبادت کرده می شود، هر چیزی که از او طلب کرده می شود، هر چیزی که سبحان الله از او سوال کرده می شود و عبادت رو به او انجام داده می شود، ضرور است که باید او چی باشد؟ باید او کامل باشد، قدرت کامل داشته باشد. قدرت کامل مثلا در اجابت کردن، یک کسی رو که دعا کردید و قدرت داشته باشد که دعای شما رو قبول کند. به یک کس امید کردید، امید چی کردید؟ امید رزق کردید، امید فرزند کردید، امید نجات کردید، و باید قدرت داشته باشد که همین امید شما رو چی کند؟ برآورده کند. به امید شما کرده جواب داشته باید تواند. یک کس امید منفعت کردید، او باید صاحب منفعت رسانیدن باشد، او باید تواند که منفعت رسانده تواند. از یک کس امید ضرر کردید یا ترسیدید، باید او همین چیز رو داشته باشد. اگر همین چیزها رو او نداشته باشد، این همه عملها باطل است، عبادتها باطل است، شرک است و این خسارت زده است. بارک الله فیکم. پس نتیجه سخن چی میشد؟ نتیجه سخن برادران و خواهران بزرگوارم و اهل توحید همین است که نتیجه هیچ کامل نیست بجز الله عز و جل. غیر از الله یگان کامل نیست. کاملی تمام کامل ها این که است الله است و هیچ کسی مستحق عبادت شدن ندارد بجز الله. یگانه ذاتی که مستحق عبادت است الله است. چرا که این صفات ها را غیر از الله هیچ کسی ندارد. وقتی که دعا میکنید غیر از الله دعای شما را کسی نمیشنود، پس باید کی دعا کرده شود؟ الله دعا کرده شود. زمانی که طلب منفعت میکنید هیچ کسی به شما فایده رسانیده نمیتواند غیر از الله سبحانه و تعالی. پس از کی باید طلب منفعت کرده شد و امید منفعت کرده شد؟ از الله. وقتی که از کسی میترسید از وی امید ضرر میکنید هیچ کسی صاحب ضرر نیست بجز کی؟ بجز الله سبحانه و تعالی. پس این دلالت میکنه که از غیر الله نباید بترسید. ترسیدن طبیعی و غیر طبیعی است که ما در حلقه آینده بیان میکنیم، اما ترسیدنی که از حد میگذرد این ترسیدن هم عبادت است و به شرک اکبر میبرد. خیلی که بعضی ها از جن چنان میترسند که به عبادت جن مشغول میشوند، عبادت الله رو ترک میکنند و گفته های جن رو و طلبات های شرکی جن رو به جا میآورند به مانند ساحرها و غیره. بعضی ها از ساحر سخت میترسند، میگن که اگر من به همین ساحر گفته هاش رو انجام ندهم، شرک رو انجام ندهم، زندگی من ویران میشود. والعیاذ بالله بعد از این به شرک واقع میشه. این شرک اکبر است. سبحان الله. پس الله سبحانه و تعالی به ما خبر داد و مقرر کرد سبحانه و تعالی در قرآن و با واسطه رسولش محمد صلی الله علیه و سلم و یک اصلی رو به ما بیان کرد که کی مستحق عبادت است؟ الله است. کی اله حق است؟ الله است. کی معبود حق است؟ الله است. عبودیت کی به کی انجام داده شد؟ الله است. و باید بدانیم که هیچ وقت کامل و ضعیف به هم دیگر برابر نیست. ذاتی که از همه جهت کامل است و یک مخلوقی که کاملیت ندارد، ما هر دو اینا برابر کردن به حق نداریم. این ظلم است، این بدبختی است. هر کسی که خلق کرده است تو خالق است و هر کسی که خلق کرده نمیتواند و خودش خلق شده و مخلوق است برابر نیست. اینا برابر کردن این ظلم است، این بدبختی است، این شرک است، این گمراهی است. و هر کسی که نفع و ضر در زیر ملکیت او است، صاحب ضرر رساندن و منفعت بخشیدن او هست، و هر کسی که منفعت و ضرر رسانیده نمیتواند و در دست او هیچ چیزی نیست، هیچ وقت به هم دیگر برابر نیستند. هر دو این رو برابر کردن این البته کفر است و شرک است و انمین از همه بدترین عبادت غیر الله است. امروز ما بسیار انسان ها رو میبینیم که لا اله الا الله میگن، محمد رسول الله میگن، ما مسلمان میگن،
قلب پاک باشد شد میگویند. اما وقتی که به سرشون مصیبت اومد، به سرشون یک مشکلی اومد، چیکار میکنند؟ به نزد قبر میروند. چرا؟ اونها اعتقاد دارند که ضرر را کی نابود میکند؟ قبر نابود میکند. یا اعتقاد دارند که به قبرها میروند، این قبر بوده انسانها یا اولیاء یا کسی به الله رفته چی میکند؟ از الله دعا میکند که ای الله، همین انسانها به نزد من آمدند، از من پرسیدند که من از تو پرسم، همین ها به نجات. این شرک اکبر است. یا بعضی ها رفته شفاعت میطلبند از قبرها، یا راست از قبر همه این شرک اکبر است. هر کسی که در حالت مصیبت به سرش آمده به نزد قبر می رود، این چی کرد؟ این دفع مضرت رو، یعنی ضرر رو، نابود شویش رو از کی طلب کرد؟ از قبر طلب کرد. یا کی رو بین خود و بین الله واسطه گرفت؟ قبر رو واسطه گرفت. در هر دو این صورت در الوهیت شد، مشرک شد، مشرک اکبر شد. الله خبر داد که لا یغفر، الله نمی بخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. البته هر این همانا که الله نمی بخشد کسی رو که به او شرک اکبر یا اصغر رو قرار داده است. خیلی که ما بیان کردیم شرک اصغر رو هم الله نمی بخشد. شرک اصغر این گناه کبیره نیست. شرک اصغر بدترین گناه بعد از شرک اکبر و کفر اکبر است، و بعد از این بدعت و بعد از این گناه کبیر است. بارک الله فیکم. اما کفر اصغر این گناه کبیر است. پس امروز بسیار مشاهده می شود، بسیار دیده می شود که مسلمان ها در حالت بلا و مصیبت به نزد ساحر می روند، یعنی به نزد جین می روند. به واسطه این ساحر به کی می بروند؟ به کی تماس می گیرند؟ به جین. جین شیطان، جین کافر از اینها از مردم چی طلب میکنند؟ میگه که شما اول روید یک گوسفند، یک خروس، یک پشه، یک چیزی رو کشید. به نام کی؟ به نام جین. گرچه که شما بسم الله گفته میکشید، به نام جین نمیکشید، اما وقتی که فرمان جین رو یعنی یک چیزی رو ذبح کردید، گویا که به جین ذبح کردید. این شرک است. از چند جانب شرک است. شیطان باز غرورش زیاد میشد. شیطان قسم خورده بود که به الله فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزتت ای الله که همه بندگانت رو از راه حق بیرون میکنند. شیطان برای هر گونه رو انسان ها رو بیرون میکند، به شرک اکبر میبرد. برای همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من اتى عرافا او کاهنا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و سلم. روایت مسلم و غیره. حدیث صحیح است. هر کسی که به نزد کاهن، ساحر، جادوگر، فالبین، طبیبی که این غیب گویا هست برود و گپی اونا گوش کند و تصدیق کند، کافر شده است. به قرآنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است، به قرآن کافر شده است. هر کسی که رود و گوش کند و تصدیق نکند اما دروغ گوید، 40 روزه نمازش باید خواند اما ثوابی ندارد. پس برادران عزیز، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شرک است. به خاطر چی پیامبر من کردن؟ به خاطر اینکه این شرک به الله است، عبادت کردن جن هست، غیب باور کردن است. که امروز ما در حالتهای مصیبت میبینیم که انسانها این خصوصیت های الله را، یعنی نابود کردن ضرر و به دست آوردن فایده را، یا در نزد قبرها میبینند یا در نزد ساحرها و فالبینها. پس اهل توحیدش را باید در حالتهای همچنین حالتهای وزنینی نشان بدهد، صبر کند، به تقدیر الله راضی شود و یگانه از الله طلبی نجات و یگانه از الله طلبی فایده یا که نابود شدن ضرر بکند، و در غیر این صورت به شرک اکبر واقع میشد. سومین صفت خاص الله سبحانه و تعالی این است که تمام عبودیت، همون عبادت هایی که بنده انجام میدهد، به مانندی تمام عبادت هایی که قائم می شود بر چی؟ بر سه چیز. باید بدانید که هر یک عبادتی که ما میکنیم به سه چیز قائم می شود: الخوف والرجاء والحب. ترس از الله، امید از الله و حب، دوست داشتن الله. برای من علما میگن که اصل عبودیت همین است. اصل تمام عبودیت، وقتی که یک عبادت رو میکنید باید سه چیز حتما در شما باشد. این رکن های عبادت چیست؟ رکن های عبادت همین که اولا عبادت رو نیت شما، قصد شما، اراده شما فقط الله باشد، یعنی فقط عبادت رو به الله انجام بدید. دوما عبادت بکنید به همون راهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما همون راه رو خبر دادن، ولا یعبد الله الا بما شرع، یعنی به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم موافق سنت الله را عبادت بکنید. هر کسی که الله را مخلصانه عبادت میکند اما عملش موافق سنت نه، عبادتی او قبول نیست. خیلی که فضیل ابن عیاض
رحمه الله کبار تابعین میگن. و هر کسی که سنت رسول الله رو 100% عمل میکند اما اخلاص ندارد، یعنی نیتش ریا هست، غیر الله هست، این هم عبادتش قبول نیست. عبادت همون وقت قبول است که شما عبادت رو خاص به الله انجام بدهید و عمل شما موافق سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد. یک کس گریه کنان و ناله کنان مولود را جشن گرفت، ما میگیم باطل است، این عبادت نیست، برای که این عبادتی که شما کردید اساس ندارد. گریه کنان و ناله کنان یک عبادتی که پیامبر نکردن انجام بدید، پس عبادتش قبول نیست. این چی است؟ رکن عبادت است. و این چنین شرط دارد، عبادت 3 شرط دارد: حب، خوف و رجا، یا خوف، رجا، حب. وقتی که عبادت میکنید باید از الله بترسید، از دوزخ الله بترسید، از وعید الله، از عقاب الله بترسید. الله قهار است و جبار است و این چنین از بزرگی الله بترسید. شما در نزد الله خودتون رو ناچیز حس کنید، ذلیل حس کنید، خار حس کنید و بترسید. و بعد از این در خود همین عبادت این چنین از الله امید داشته باشید. چیکار کنید؟ امید از جنت الله داشته باشید، امید از رحمت الله داشته باشید، برای اینکه الله رحمان رحیم است. هیچ وقت امید شما بر ترس شما غلبه نکند و ترس شما بر امید شما غلبه نکند. خوارج ها ترسش بر امید غلبه کرده است و مرجئه ها امیدش بر ترسش غلبه کرده است. هر دو این فرقه ها یکیش در وعید و یکیش در ارجاء واقع شده است، رجا. اما اهل سنت و جماعت هر دوش رو 50-50 میگذارند و این چنین در حالت عبادت باید الله رو دوست داشته عبادت کنید. پس تمام عبادتی که قائم میشود به حب، به ذل بگیم، یعنی خوری و زاری و به بزرگ شماردن الله سبحانه و تعالی، همه این چنین عمل ها چی باشد؟ واجب است و فرض عین است که انجام داده شود تنها به الله. به غیر الله این چنین عبادت ها انجام داده نشود. یعنی به غیر الله شما یگان عمل رو انجام ندهید که در حالت عمل رو انجام دادن یک کس رو اطاعت میکنید، در حالت اطاعت کردن فرمان ها همون انسان رو به جا آوردن شما چیکار میکنید؟ همون رو دوست می‌دارید، از او میترسید، هم به او امید دارید. این خیل عمل رو انجام ندهید به غیر الله، چرا که این عبادت شد. باید این عمل رو تنها به الله انجام بدید. هر کسی که به غیر الله این چنین عبادت‌هایی که حب دارد و ذل دارد و یعنی خوری دارد و ترس دارد و خوف دارد و بزرگ شماریدن همون ذات دارد، این به الله شریک قرار داده است. چرا که این همه این یکی از خالص‌ترین حق الله است، خالص 100% این حق الله است. سبحان الله. پس باید بدونید که 4مین خاصیت الهیت الله، یکی از خاصترین چیزهایی که صفتهایی که این صفتهای الله است، صفت الهی حق است که فقط تنها الله صاحب همین چیز است و هیچ کسی حق ندارد که به این نزدیکی بکند. خاص بودن الله در تشریع. تشریع چیست؟ کلمه تشریع یعنی قانون برآوردن، دین ساختن و تنظیم ساختن. انسان کدام وقت چیکار کند، قصاصش چگونه است، انسان کشد چگونه است، چگونه دوز جزا میگیرد، این و آن، همه حالتهای زندگی که از جنایت و غیر جنایت است. قانون ساختن یعنی چگونه زندگی کردن و چگونه حدود جنایت کردن. و این چنین خاصیت خاص الله این حکم کردن است، حلال کردن و حرام کردن است، امر کردن است یک کاری رو کنید و نهی کردن یک کاری رو نکنید، ساختن دین، گذاشتن قانون، همش از آن الله است. آگاه باشید همانا که حکم همش از آن الله است، یگانه از آن الله است و خلق و امر همش از آن الله است. الله به ذاتش اطاعت کرده میشد و هر کسی که هر چیزی که غیر الله هست اطاعت کرده نمیشود به ذاتش. هر چیزی که غیر الله هست اطاعت همون غیر الله از چیز مخلوقات چخل میشد. همون مثلا اطاعت انسان ها، اطاعت پدر مادر، اطاعت حاکم، اطاعت یک کسی مربوط به اطاعت الله هست. پدر مادر اطاعت میکنید همون وقتی که سخنهای پدر مادر یعنی امرهای پدر مادر موافق امر الله رسول شد. ولی الامر مسلمان اگر باشد به حکم قرآن و سنت حکم کند همون وقت اطاعت میکنید که موافق شریعت و موافق حکم الله و رسول باشد. در غیر این صورت هیچ اطاعت نمیکنید، برای که اطاعت این چیست؟ عبادت است. برای من علما حتی شرک الطاعه گفته قاعده را ذکر کردن. شرک طاعت یعنی یک انسان رسم و ناز میبینید،
یک انسان یک پادشاه را نازم می‌کنید، اطاعت میکنید، همه گفته او به جا میارید. میگید که حجاب نیست از این روز، حجاب مال بیگانه است، تمام. زن میگه حجاب میگیرد. یا که زن شما بیجا باشد حرکت میکنید که دیگرو حجاب بگیرد، یا حرکت نکنید هم گفتیم به روزی میشید. هم میگید گفتیم حق است، برای آنکه وی اله شما است، برای آنکه شما و به همه گفتی به روزید. شما وی چنان دوست داشتید، چنان از وی امید دارید، امید منصب، امید کرسی، امید پول مال دارید، چنان از وی میترسید که با کرسی مکش نگرفت. یعنی اصل عبادت همش انجام دادید. پس شما این اطاعتتون عبادت شد، پس شما مشرکید. انا این چگونه نازک است سبحانه و تعالی. پس چگونه که هیچ خالق بجز الله نیست، این چنین هیچ حاکمی و هیچ قانونبراری بجز الله نیست. و یکی از خصوصیت های الله سبحانه و تعالی که خصوصیت های تنها الهیت است، الهی حق است، خصوصیت الله است، این است که هیچ کسی الله را از کارهای کرده اش سؤال کرده نمیتواند. الهی حق الله همچنین ذاتی هست که هیچ کسی حقی ندارد که بگوید که ای الله چرا این کار را انجام دادی، یا چرا الله این کار را انجام داد. همچنین هیچ کسی حق ندارد که الله را اعوذ بالله حکم کند، یا الله را بگوید که سوال کند، یا الله را اعوذ بالله به همون حکم های و قانون های برآورده اش یعنی پرسجو بکند. این همه کفر است، هیچ کسی حق ندارد. اله حق همون خیلی اله است. اله حق همون اله است که چی چیزی را خواست حکم میکند و هیچ کسی او را پرسجو کردن به حق ندارد و نمیتواند. هیچ کس حق اعتراض کردن به الله را ندارد. هیچ کس سرپیچی از حکم الله را حق ندارد. وظیفه رسول باشه چی؟ وظیفه رسولمون محمد صلی الله علیه و سلم این رسانیدنی همون شریعت الله، حکم الله است. الله چیزی خواهد حکم میکند، هیچ کسی پرسجو کردن نمیتواند. وظیفه رسول ما باشد بلاغ است. وظیفه ما راضی شدن و تسلیم شدن است. الله حکم میکند، رسول الله میرسانند، ما باید راضی شویم و تسلیم شویم. دیگر علاج نداریم. راضی نشدی مرحمت، اعوذ بالله، کفر و شرک انتظار تو است، جهنم انتظار تو است. الله سبحانه و تعالی میگه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هیچ کسی حق ندارد که الله را بپرسد، اما انسان ها را الله میپرسد، برای اینکه صاحب انسان ها الله است و الله صاحبی ندارد، یگانه است، صاحب همه چیز الله است. الله میگه که والله يحكم لا معقب لحكمه. الله حکم میکند و هیچ کسی معقب حکم الله نیست. یعنی هیچ کسی در حکم الله کرده حق سؤال و جواب کردن به الله را ندارد. و دیگر خصوصیت الله تعالی سبحانه و تعالی این است که الله دوست داشته شده به ذاتش است و غیر از الله دیگر چیزها را ما به ذات خودش دوست نمی‌داریم، بلکه به خاطر الله دوست می‌داریم. همین مسئله باید بفهمید. البته دوست داشتن طبیعی وجود دارد. مثلا مرد پدر و مادرش را دوست می‌دارد، یک انسان زنش را دوست می‌دارد، یک انسان فرزندش را دوست می‌دارد، برادر و خواهرش را دوست می‌دارد. این دوست طبیعی هست. همون وقتی که حتی اگر پدر و مادر انسان کافر باشد هم انسان دوست می‌دارد، این دوستداری طبیعی است. اما به خاطر دوست داشتن ترک کردن شرک، به خاطر دوست داشتن به خاطر دوست داشتن پدر و مادر یا زن و فرزند، به خاطر پدر و مادر و زن و فرزند از سبب دوستداری اینها از راه الله گشتن، اطاعت الله نکردن، این کفر است. این دوست داشتن، این نمود دوست داشتن شرک است. بعضی به خاطر زن شده نماز نمیخوانند، زن میگه که نماز نخونید حالی شما جوانید نمیخونند. به خاطر پدر و مادر شده توحید نمیآموزند. از این عبارت که اینها در مسئله حب یا در مسئله اطاعت یا در مسئله بزرگ شمردن پدر و مادر مشرک شدند، یا پدر و مادر اینقدر بزرگ میشمارند که برابر الله بزرگ شمردند، کافر شدند. حکم الله و رسول آمد، حکم پدر و مادر آمد، حکم پدر و مادر گرفتند، گفتند که پدر و مادر خیر پیشتر میایستد، یعنی بزرگ شمردند پدر و مادر را. یا بعضی فرزند و زن را اینقدر دوست می‌دارند که به خاطر فرزند و زن اعوذ بالله دوستداری فرزند و زن مشرک میشند و غیره و غیره. پس دوستداری هم چی باشد؟ باید الله و رسول از همه زیاد دوست داشته شود. علامت دوستداری یعنی الله و رسول اینا مختن توحید است. هر کسی که توحید ندارد و دعوای دوستداری الله میکرد این کذاب است، دروغ میگه. اگر دوستداری الله باشه الله میگه که به رسول الله اطاعت کن. وقتی که به رسول الله پیروی شدی، یکمی چیزی که رسول الله از اولی پیامبر شدنشون تا آخری وفاتشون تعلیم داده اند
تنبیه دادند، شب و روز سخن کردند. این توحید است. بارک الله فیکم. پس این خصوصیت های الهی که ما ذکر کردیم، این همه خصوصیت های الله است و این خصوصیت ها را غیر از الله هیچ کسی ندارد از مخلوق های الله. برای آنکه غیر الله این همه چیزهای خلق شده از الله است. یعنی الله خالق است، همه چیزها مخلوق است و این خصوصیت ها را الله فقط خودش دارد و یک بنده بیاید و این خصوصیت های الله را به غیر الله دهد، مشرک شده است. بارک الله فیکم. پس این چیزها رو وقتی که فهمیدید، میفهمید که امروز این همه الههای باطلی که عبادت کرده می شود، از اولیا پرستی، از مزار پرستی، قبر پرستی، مقبره پرستی، مقبره بنا کنی، از مزار و قبر انبیا و اولیا پرستی، از درخت و از دیگر چیز پرستی، همه اینه میبینید که یگان این خصوصیت الله را ندارد. همه کسانی که در قبر هستند نمیشنوند. همین بدونید عقیده اهل سنت و جماعت همین است که کسانی که مردگی هستند نمیشنوند. زیرا که الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت انک لا تسمع من فی القبور، البته هر این همونو که ای محمد تو شنوانیده نمیتوانی اون کسایی که در قبر هستند. و ما انت بمسمع من فی القبور، تو شنوانیده نمیتوانی کسانی که در قبر هستند. اما در جنگ بدر پیامبر صلی الله علیه و آله به مرده ها صحبت کردند، چرا که این به اجازه الله بود. الله اجازه داده بود، در همون این خاص به پیامبر صلی الله علیه و آله در همون واقعه بود. بله، هر کسی که به قبر میرود و به مرده ها سلام میتد، السلام علیکم میگد، میشنوند. غیر از سلام دیگر چیزها رو نمیشنوند. پس هیچ از این مرده ها دعای کسی رو نمیشنوند. این همه دعاها، این همه حرکت ها همش بیهوده است. از همین جهت میگوییم که تمام راه شرک باید بسته شود، تمام سبب های شرک باید محکم شود و ما اهل توحید نباید خود شرک را، بلکه همه اون راههایی که به شرک میبرد باید ترک کنیم. چرا که وسیله شرک اکبر این چی است؟ شرک اصغر است. وسیله شرک اصغر هم علما شرک اصغر میگن، قسمی از علما شرک اصغر میگن. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده موضوع دیگری را در باب توحید الوهیت بیان خواهیم کرد. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.